تمام صفتها و نامهای الله از نقص و کمبودی پاک است. الله یگون ذره کمبودی و نقصان ندارد. تمام کمال به الله است. بنابراین ما بندگان همیشه نقص داریم. ما بندگان وقتی یک دوستت را یا رفیقت را یا همسرت را تو از او کمال را جستجو میکنی، یعنی میخوای که بی عیب و بی نقصان باشد، البته این خطا است. برای چی؟ برای اینکه تنها کسی است که بی نقص و بی عیب و با تمام کمال وصف شده، این تنها الله است. بنابراین الله قدوس است، بسیار مقدس است، یعنی مطهر است، یعنی پاکیزه است. الله حق سبحانه و تعالی همچنین بعضی نفرهایی که خود رو بسیار مقدس گمان میکنند یا میپندارند یا خود را کوشش میکنند که همیشه در همه کار مکمل باشند، گمان میکند که او کامل است، گمان میکند که او بی عیب و بی نقصان است. نعوذ بالله، این بسیار خطر دارد. یگانه ذاتی که بی عیب و بی نقصان است این الله است.